سلام دوستان، خوبی؟ امروز میخوام براتون یه کتاب جدید بخونم. اسمش شنگاله. امیدوارم که دوست داشته باشین. شنگال میخواد راجع به تفاوت‌ها حرف بزنه. حالا با هم میخونیم و بعد راجع بهش صحبت میکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بچه، این کتاب شنگاله. شنگال راجع به یه قاشق و چنگالیه که نه قاشق نه چنگال. یه قاشق ما داریم، یه چنگال، ولی شنگال نه قاشق نه چنگال. این پایین شبیه قاشق، بالا شبیه چنگاله. خب یکم از اینه یکم از اون. چنگال یه مامان داره، یه بابا داره. مامانش قاشقه، باباش چنگاله. هر دوی اونا فکر میکنن که شنگال همینجوری که هست معرکه است. شنگال تک و تنها بود تو آشپزخونه. توی آشپزخونه همه یا چنگال بودن یا قاشق بودن. قاشق ها و چنگال ها آداب و رسوم سفت و سختی رو رعایت میکردن و هیچ کدومشون مثل شنگال نبودن که نصف از این باشن نصف از اون. البته بعضی وقتا بعضی هم قانون شکنی میکردن، مثل چاقوها که عاشق چوبای غذاخوری میشدن، یا انبرک هایی که با چنگالا ازدواج میکردن. اما اینجور خانواده عادی نبودن، غیر عادی بودن. چنگال یه روز با خودش خیلی حرف زد. ببین تو این توستره چون براق آینه میمونه، رفته جلوش بایستاده و با خودش داره حرف میزنه. یه روز بعد از اینکه شنگال 1000 بار از خودش پرسید آخه تو کی هستی و وقت چیدن سفره بارها و بارها دست به دست شد و هی دست به سرش میکردن، آین کشید و با خودش فکر کرد اگه بخوام توی سفره جایی داشته باشم باید مثل بقیه باشم، مثل یه نفر باشم، یعنی یا چنگال باشم یا قاشق. اینطوری نمیشه. به خاطر اینکه بره شبیه قاشقا بشه و اون تاجای سرش معلوم نباشه، این کلاهو سرش کرد که بشه شبیه قاشقا و دیگه چنگالش معلوم نباشه. اما همه چنگالا بهش گفتن که چه چنگال چاقی، چه کله گردی، چه قاشق چاقی، چه کله گردی. ببخشید. بعد اومد اینجا واسه خودش یه تاج درست کرد که شبیه چنگالا بشه. اما قاشقا مسخرهش کردن، گفتن چنگال مگه اینطوری داریم انقدر تیز باشه دندونه هاش؟ بعد چنگال همینطوری تنها مونده بود. خیلی ناراحت بود. قیافشو نگاه کنین، چشاشو نگاه کنین، چهرش معلومه که خیلی ناراحته. اون هیچ وقت سر سفره راه نمیدادن. همیشه موقع غذا خوردن چنگال میشست بالای یک کابینت توی آشپزخونه و پایین نگاه میکرد. به قاشقا نگاه میکرد که با نخود فرنگی و چوگان بازی میکردن. ببین قاشقا دارن نخود فرنگی رو این بر اون بر میکنن. تخم مرغای پخته رو با مهارت روی سرشون نگه میدارن. تخم مرغ پخته رو میذاریم تو قاشق میخورن. بعد توی گوشه دیگه چنگال ها روی پورای سیب زمینی نقش و نگار میندازن. دیدی با چنگال روی سیب زمینی میتونیم خط بندازیم، روی پوره سیب زمینی له شده. و چندهایی هم مثل بندباز میچرخیدن. چند تا از این چنگال ها میچرخیدن و اینطوری میچرخونیم رشته فرنگی یا ماکارونی هرچی دور چنگال جمع میکنیم این شکلی. بعد شام هم همشون میرفتن تو آب و کف فراوون خوش و خندون شسته میشدن و آب بازی میکردن. ببینید چقدر بامزه راجع به میز غذا حرف زده. خیلی جالب گفته. شما تصور کنیم ببینید تو میز غذای شما چه کارا میکنن قاشق چنگالا. اینجا چه خبره؟ یه روز یه بازیگوش شلوغ و پلوغ اومد خونهشون. تا حالا از چنگال و قاشق و رفتار سر سفره هیچی نشنیده بود. همه جا رو چرب و غذایی کرد، همه چیز رو پخش و پلا کرد. ببینید چی کار کرده سر سفره. از آداب سفره خبر نداشتش. همه چنگالا و قاشقا رو پرت میکرد. همه از دستش ناراحت بودن. چنگالا
میگفتن آروم، اما اون شیطون بلا شلوغ و پلوغ گوشش بده کنن. قاشقا میگفتن بپا، اما انگار نه انگار. اون بروجک شلوغ و پلوغ حواسش رو جمع نمیکرد. بچه به نظرتون بروجک شلوغ و پلوغ کی بوده که اومده خونهشون؟ چرا اینطوری میکنه؟ چنگالا کمک میخواستن، همه جا به هم ریخته بود. قاشقا میگفتن به جا مواظب باش، همش پرتشون میکرد. فکر میکنین کیه این که داره این کارا رو میکنه؟ هیچکی هم هیچی بهش نمیگه. حالا تو همه این شلوغ و پلوغی که همه چی قاطی شده بود، با چنگالا غذا میخوردن، با قاشقا غذا رو زیر و رو میکردن، غذا میکشیدن. دیگه هر کسی مسئول یه کاری نبود، همه کار میکردن. اما اون بروجک شلوغ و پلوغ همینطور ریخت و پاش میکرد و غذاش نصف نیمه میموند. اصلا غذاش معلوم نبود که مایه است یا جامده، یعنی سفته یا شده. یه چیزی لازم داشتن که با بقیه فرق کنه و اون بتونه راحت غذاشو بخوره. یه چیزی که نه قاشق باشه نه چنگال. اگه گفتین اون چیز چی بود؟ آفرین، چنگال رو لازم داشت که نه قاشق بود نه چنگال. چنگال از بالای کمد پرید پایین و رفت تو اون سر و صداها و اون کوچولوی شیطون این آیستایشه. چنگال رو برداشت تو دستش، یه فریاد زد و کلی ذوق کرد و تو دستش کلی چرخوندش و سر جا هی بالا پایینش کرد. آها، اون کوچولوی شیطون این بچه هست. اونا بچه دار شدن. بچهشون هم بلد نیست با قاشق، از اولش دیگه تازه به دنیا اومده بوده، تازه میخواسته غذا بخوره، بلد نبوده با قاشق و چنگال درست استفاده کنه، درست دستش بگیره. اما چنگال براش یه چیز خیلی خوب و مناسبی بود، چون میتونست هم باش بخوره، هم از چنگالش استفاده کنه، هم از قاشقش. پس چنگالم اینجا به درد خورد. برای این کوچولوی خوب بود. این کوچولوی شلوغ و پلوغ بچه خانواده بود. چنگال دیگه خوشحال بود، چون سر سفره برای خودش یه جا پیدا کرده بود. به این غذای بچه، این بشقاب بچه جاش بود. میتونست اونجا واسه خودش غذا بده به بچه و دیگه تک و تنها نبود. و بچه هم دقیقا یه چیزی مثل چنگال نیاز داشت. خب بچه ها، قصه رو گوش دادین؟ دوست داشتین؟ چنگال رو دیدین؟ با اینکه متفاوت بود، اولش خیلی ناراحت بود و غمگین بود، ولی تونست از تفاوتش استفاده درستی بکنه. اولش فکر میکرد متفاوته و هیچ جایی نداره تو اون جامعهش، توی اون محیطی که توش داره زندگی میکنه، ولی بعد متوجه شد که کارای خودشو داره. شما میدونین همه ما با هم دیگه متفاوتیم. هیچ دوتا آدمی نیستن که شبیه هم باشن. ظاهرامون شاید هممون آدمیم، هممون یه شکلیم، ولی با هم دیگه خیلی متفاوتیم. میدونید که اثر انگشت آدم ها با هم دیگه متفاوته. همونجوری که هیچ دوتا آدمی اثر انگشتشون یکی نیست، هیچ دوتا آدمی هم نیستن که تواناییاشون، طرز فکرشون، نوع نگاهشون به زندگی یکی باشه. بعضیا تو بعضی چیزا توانمندترن، تو بعضی چیزا کمتر توانایی دارن. مهم اینه که ما پیدا کنیم ببینیم تواناییمون تو چیه، به چه کاری میاد و از تفاوت‌هامون ناراحت نباشیم. یکی ممکنه تو ریاضی خوب باشه، یکی تو فارسی خوب باشه، یکی تو علوم خوب باشه، یکی تو ورزش خوب باشه، یکی ممکنه با ویلچر راه بره، یکی ممکنه با پاش راه بره، یکی ممکنه عصا داشته باشه. چشمای آدم و رنگاش فرق میکنه. توانایی کنترل احساسهای آدم ها متفاوته. بچه هایی که مثلا اوتیسم دارن یا ADHD دارن با بچه هایی دیگه متفاوتن، ولی همه ما یه سری توانمندی هایی داریم که دیگران ندارن. حتما تو خودمون میتونیم پیدا کنیم، ببینیم که ما یکم به خودمون فکر کنیم، ببینیم ما چی داریم که بقیه اونو ندارن و اونو نمیتونن به خوبی ما انجام بدن. ازتون میخوام اینو پیدا کنین، برین تو خودتون بگردین، فکر کنین، پیدا کنین، ببینین کجا متفاوتین، کجا توانمندید. بر اساس اون تفاوتی که با دیگران دارید، چه توانایی هایی رو اون تفاوت براتون درست کرده، اون تفاوت باعث شده که چه کارهایی رو بتونین بهتر انجام بدید.
حتما شما توی جایی توانمندید و یه تفاوتایی دارید، ازتون میخوام اونو پیدا کنین و برام فیلم بگیرید و بفرستید تا در موردش بیشتر با هم صحبت کنیم. امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش باشین. به امید دیدار.